تصاویر مربوط به دورانی است که آلمان در حاکمیت هیتلر بود. ورزشگاه پر از جمعیت است. پرچم‌ها بالا رفتند و هیئت‌های کشورهای مختلف یکی یکی وارد میدان می‌شوند. در جایگاه رسمی مقام‌های نازی نشستند. بسیاری از کسانی که از برابر جایگاه عبور می‌کنند دستان خود را بالا می‌برند. در آن زمان این حرکت گاهی به نام سلام المپیکی شناخته می‌شد، اما در آلمان هیتلری همین حرکت با سلام نازی گره خورده بود. این المپیک در سال 1936 در برلین تحت حاکمیت هیتلر برگزار شد. در المپیک برلین حکومت نازی می‌خواست که از این بازی‌ها یک نمایش بزرگ بسازد. برلین باید در چشم مهمانان خارجی، خبرنگاران و ورزشکاران شهری منظم، قدرتمند و با شکوه دیده می‌شد. خیابان‌ها راسته شده بود و ورزشگاه‌ها پر از تماشاگر بود. دوربین‌ها همه جا حضور داشتند. آلمان می‌خواست که جهان را قانع کند که یک کشور تازه، نیرومند و پیشرفته در برابر آنها ایستاده است. در همین مراسمی که در تصویر می‌بینید، برای نخستین بار در تاریخ المپیک مشعل از یونان به شهر میزبان آورده شد. امروز حمل مشعل المپیک برای ما عادی به نظر می‌رسد، اما این سنت از همین بازی‌های برلین شکل گرفت. یعنی بسیاری از چیزهایی که امروز در افتتاحیه المپیک ها می‌بینیم ریشه‌اش به همین صحنه‌ها در برلین در زمان هیتلر برمیگردد. اما در میان این همه هیاهو نام یک کشور برای نخستین بار وارد تاریخ المپیک شد. افغانستان. افغانستان در آن سال در مسابقات المپیک حضور داشت. نکته جالب این است که افغانستان تا یک سال پیش از آن اصلاً کمیته ملی المپیک نداشت. کمیته ملی المپیک افغانستان در سال 1935 ساخته شد و در سال 1936 تنها چند ماه بعد افغانستان در برلین حاضر شد. کشوری که تازه وارد ساختار رسمی المپیک شده بود، در یکی از سیاسی ترین المپیک های تاریخ جهان وارد میدان شد. اگرچه افغانستان در این مسابقات مدال نگرفت، اما نتایجی کسب کرد که حیرت انگیز بود. افغانستان برای نخستین بار در کنار کشورهای دیگر جهان ایستاد و پرچمش در مراسم المپیک بلند شد. نامش در جدول مسابقات آمد و ورزشکارانش در میدان دویدند و از همه جالبتر این که در رشته هاکی همه را غافلگیر کردند. افغانستان در این مسابقات با هیئت کوچک شرکت کرد. هیئت افغانستان در دو رشته شرکت داشت: دو میدانی و هاکی چمن. در کنار ورزشکاران دو نماینده کمیته ملی المپیک افغانستان هم حضور داشتند: قاضی شاه محمود خان و شاهزاده محمد یوسف خان. در فهرست آلمانی ویکی‌پدیا آمده است که تیم افغانستان را همچنان یک داور هاکی به نام یعقوب همراهی میکرد. در همان فهرست تصریح شده است که افغانستان در آن دوره هیچ ورزشکار زن نداشت. اکنون اگر به این تصویر نگاه کنید، تنها عکس جمعی شناخته شده از تیم هاکی افغانستان برای المپیک 1936 را می‌بینید. این عکس از ارزش تاریخی زیادی برخوردار است، چون بسیاری از چهره‌های حاضر در آن از معدود نشانه‌های تصویری ما از نخستین نسل ورزشکاران المپیکی افغانستانند. شاهزاده محمد یوسف در ردیف جلو نفر پنجم از سمت راست ایستاده است.
افغانستان در مسابقات هاکی چمن مردان در گروه ب قرار گرفت. دو رقیبش در این گروه دانمارک و آلمان بودند. در این جدول آلمانی می‌بینید که نام آلمان با عنوان دویچه رایش ثبت شده است، یعنی رایش آلمان. این همان آلمان دوره هیتلر است. بازی نخست افغانستان در 4 آگوست سال 1936 در برابر دانمارک برگزار شد و نتیجه این بازی بسیار عجیب شد. افغانستان 6 دانمارک 6. برای تیمی که تازه وارد المپیک شده بود یکی از نتایج عجیب رقم خورد. افغانستان در نخستین بازی تاریخی المپیک خود در برابر یک تیم اروپایی 6 گل زد. بازی با نتیجه مساوی تمام شد، اما همین مساوی پرگل نشان داد که افغانستان حضور تشریفاتی در این مسابقات نداشته. در جدول گروه ب آلمان با 2 پیروزی در صدر قرار گرفت. آلمان در بازی با دانمارک 6-0 پیروز شد و بعد افغانستان را 4-1 شکست داد. افغانستان با 1 مساوی و 1 شکست دوم شد و دانمارک هم با 1 مساوی و 1 شکست در جایگاه سوم قرار گرفت. اکنون در این تصاویر شما بازی تیم هاکی افغانستان با تیم آلمان نازی را می‌بینید. افغانستان در این بازی شکست خورد، اما نکته مهم این بود که افغانستان در برابر تیم میزبان، آن هم در برلین و مقابل چشم هزاران تماشاگر آلمانی 1 گل زد. همین آلمان تا فینال مسابقات هم پیش رفت. سپس افغانستان 2 بازی دیگر انجام داد. در 11 آگوست افغانستان برابر بلژیک بازی کرد و این تیم را 4-1 شکست داد. 2 روز بعد در 13 آگوست افغانستان برابر ایالات متحده امریکا قرار گرفت و این تیم را هم با نتیجه 3-0 از پیش رو برداشت. در جدول نهایی هاکی هند قهرمان شد، آلمان نایب قهرمان شد و هلند مدال برنز گرفت. اما افغانستان توانست که در این مسابقات از میان 10 تیم مقام ششم را از آن خود کند. در آن سال آلمان نازی می‌خواست که ورزش را به ابزار نمایش قدرت تبدیل کند. جهان هنوز نمی‌دانست که چند سال بعد چه جنگی آغاز خواهد شد. اما امروز وقتی به این تصاویر نگاه می‌کنیم می‌دانیم که پشت آن نظم و تشریفات چه فاجعه‌ای در راه بود. جنگ جهانی دوم، یعنی دقیقاً 3 سال بعد از این مسابقات، جهان وارد صحنه‌ای شد که تا تاریخ باشد فراموش نخواهد کرد. با این همه دستاوردها اما المپیک سال 1936 برای جهان یادآور آلمان نازی، هیتلر، تبلیغات سیاسی و بازی‌های پرتنش پیش از جنگ جهانی دوم است. بعد از همین المپیک بود که افغانستان هرگز الی زمان سقوط طالبان در دوره نخست دستاورد آنچنانی در بازی‌های المپیک جهان نداشت.